سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی علی فیش مانستر. امروز اومدیم با آموزش سیفون زدن و نحوه انجامش و ببینیم که سیفون اصلا چیه و به چه کاری میاد. و سیفون یه چیز کلیه که برای هر اکواریومی نیازه که هفته یه بار به صورت میانگین انجام میشه و برای سلامت مایع شما بسیار مفیده و میتونه سلامت مایع شما رو تضمین کنه. حالا ما برای سیفون زدن به چه چیزی نیاز داریم؟ اول از همه یا اکواریوم که مسلمه، دوم یه دبه که آب سیفون شده و آب کثیف رو بریزیم توش، و سوم از همه خود سیفون. حالا بریم انجام بدیم سیفون رو. از پیشنهاد میکنم از یه گوشه اکواریوم شروع کنید و ردیفی برید جلو تا بسیار خوب جرم‌های آب رو بگیرید. خود دبه رو نزدیک‌تر کنم من. خب دوستان، بعضی‌ها دیدیم که سیفون میکنن و اینطوری میکنن و آب اکواریوم سرازیر میشه داخل سیفون، اما این روش بیشتر سیفون ها جواب نمیده روی بیشتر سیفون ها. چرا؟ چون که بعضیشون هوا میکشن از شیلنگا، از درس های اینجاها هوا میکشن. بهتر پیشنهاد میکنم خودتون میک بزنید به قولی آب به راحتی میاد. حالا شروع کنیم داخل شنها تا جرم‌ها و کثیفی یا لابلای شنها خارج بشه. ما با این کار هم داریم شنها و کف اکواریوم رو تمیز میکنیم، هم داریم در واقع آب اکواریوم رو تمیز میکنیم. با ما همراه باشید. خب من دوباره یه توضیح بدم. دوستان، من دوباره پیشنهاد میکنم که شما یه دکوری بچینید که جابجا کردنش راحت باشه برای شما. مثلا در این مواقعی که من دارم سیفون میکنم نیاز دارم که این آبدوست رو بردارم و زیرش هم بسیار تمیز سیفون کنم. پس پیشنهاد من اینه که یه سیفونی بچینید که بشه جابجاش کرد. من آوردمتون جلو بهتون نشون بدم که چقدر آشغال داره. میبینید که با اینکه آب اکواریوم تمیز، ماهی‌ها در سلامت کامل هستن، اینها مدفوع‌هایی هست که لابلای شن‌های اکواریوم شما وجود دارن و باید از طریق سیفون زدن جدا بشن. بخاطر همین سیفون زدن یه امر ضروری برای اکواریومه. دبه‌ای که آب سیفون شده ریخته داخلش، می‌بینید که آب نیست که اصلا کلاً قهوه‌ایه. ببینید اولین و مهمترین نکته این است که شما بعد اینکه سیفون می‌کنید، چون که سطح آب اکواریومت میاد پایین، این لوازم اکواریوم میمونن بالا. یکی از مهمتریناشون همین بخاریه. شما باید این بخاری رو حتما بکنی داخل آب که مبادا آبت سرد بشه و ماهیاتون سرما بخورن و یه سری بیماری‌های مربوط به آب یخ مبتلا بشن. خب یکیش اینه. یکی دیگه‌ش هم این شناه که شما سیفون کردی و ای قلمبه این تپه شده
و جلوه زشتی با آکواریوم میده. بهتر این شنا رو صاف کنید. حالا هر طور که میخواید صاف کنید، ولی من اینجا نگاه کنید چقدر بزرگه مثلا. ولی من اینجا چی دارم؟ یه وسیله دارم به اسم شن صاف کن که اینطوری میکنم داخل آب. ببینم بچه که اینطوری میکنم داخل آب و شنا رو به راحتی صاف کنم. خب ما شنا رو صاف کردیم و حالا نکته سوم اینه که وسایلی که از آب آوردید بیرون رو به همون شکل بچه به همون شکل در آب قرار بدید. چرا میگم به همون شکل؟ چون که این ماهی‌ها مخصوصا ماهی‌های گوشتخوار در واقع قلمروگیری میکنن و الان این محوطه قلمرو این آرمان‌ها اگه مثلا تغییر کنه قلمروش یا مثلا اگه این آبوس اینجا بوده من بذارمش اونجا ممکنه استرس بگیره، ولی اینطوری نیست، اینقدر راحت استرس نمیگیره مخصوصا ماهی مثل آرمانا. اما این نکته که اگه رعایت کنید بهتره. اینم قرار بدیم. و نکته چهارم مثلا مهم‌تر اینه که وسایلی که ریختید رو جمع کنید، مثل این سیفون، شن صاف کن، پنس که اونجاست. برم من اینا رو جمع کنم و چند تا شیرینکاری از آرمانا با هم دیگه ببینیم. حالا این شیرینکاری ها چیه؟ این شیرینکاری ها بریم با هم دیگه ببینیم. آرمانا ببینم. این نتونست. یه بار دیگه تلاش کنم. گرفت. من یه میوه دیگه هم بردارم از اینجا. خب میبینید که میتونید از این بازی ها با ماهیاتون بکنید. خیلی دوست دارن، مخصوصا ماهی مثل آرمانا برای پلکاش هم خیلی مفیده. نخرید ضایع میشه. یه بار دیگه بیا. خب دوستان مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. حالا در ادامه ویدیو میخوایم براتون نحوه ریختن آب رو به جای آب قبلی بریزیم که آب آکواریوم سطحش بیاد بالا. و یه نکته هم داره، حتما باید آبتون تصفیه شده باشه. اگه کلوردار باشه ماهیاتون دار فانی و ودا میگن متاسفانه، هر چقدر هم که قوی باشن. خب بریم ما هم آب بریزیم. آب‌ها رسید دست ما اما هوا تاریک شده و یه خورده شب شده. بریم آب‌ها رو بریزیم روی آکواریوم. 1 2 3. خب آب ریختیم رو آکواریوم دوستان و حالا وقت یه سری داروهای که باید به صورت هفتگی به آب آکواریومتون اضافه شه. اولین دارویی نیست جز این دارو، ضد عفونی کننده. خب ما اینو ریختیم داخل آب، حالا بریم یه خورده همش بزنیم. داروی بعدی که لازمه بریزیم به مقدار کمتر داروی ضد کلور است. ضد کلور. مقدار مصرفشون هم همشون نوشته پایین داروها. مقدار مصرف گفته الان 1 درب بطری، 1 درب خود بطری به ازای هر 50 لیتر آب. بریم اینم بریزیم داخل آب. دوستان این دارویی که آماده کردید رو سعی کنید بریزید همه جای آکواریوم. همه جای آکواریوم سعی کنید بریزید. گوشه ها، وسط آکواریوم، پشت، که دارو به صورت یک نواخت همه جا پخش بشه. می‌بینید همینطوری به سادگی میریزیم داخل آب. سعی کنید هم یواش یواش بریزید. مثلا هی بیاید وسط ها رو بریزید، برید دوباره گوشه ها. نه به ماهی ها شوک وارد شه، همین که داروتون بهتر پخش بشه. زیاد عجله نکنید. کلا در امر نگهداری هر حیوانی زیاد عجله نکنید. این آکواریوم ما که آماده شد و سیفون شد و آب جدید بهش اضافه شد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید.
لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. لطفاً از ما حمایت کنید که تا 50 نفری بشیم که قرار کلی کار خفن ما بکنیم. در ضمن این چنل فقط مختص ماهیان نیست و قرار کلی حیوان دیگه از جمله پرنده ها و خزنده ها به چنل اضافه کنیم، البته با حمایت های شما. خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.